شهرهای ایران جزء گرمترین نقاط کره زمین شناخته شدن. خیلی جالبه. خب این رابطه مستقیم بوده که شهرهای ایران آلوده ترین شهرهای دنیا هستند و وقتی این حجم از آلاینده در لایه‌های بالای جو انباشته میشن دما رو به شدت بالا بوده، در نتیجه ابرها شکل نمیگیرن و سطح منابع آبی به شدت کاهش یافته و در نتیجه تبخیر صورت نمیگیره که از لازمه‌های تشکیل ابر هست و خب مصرف انرژی هم بسیار بالا میره و ما مجبوریم برای جبران مازوت بسوزونیم در نیروگاه که باز هم آلودگی رو تشدید میکنه و این شده یک چرخه بحران، یک چرخه خود تخریب. و الان دریاچه ارومیه هم دقیقاً دچار این چرخه خود تخریب شده، چرا که سطح خشکیده دریاچه که نمکزار هست مثل آینه عمل کرده و تمام انرژی خورشید رو به لایه‌های بالایی اتمسفر دریاچه بازتاب میده و دما هم در اونجا افزایش یافته و ابرها هم شکل نمیگیرن. و ما خب در آینده باید بگیم که ما شاهد کویر ارومیه خواهیم بود که به بقیه نقاط هم گسترش خواهد یافت و تمدن رو نابود خواهد کرد. و الان تنها راه نجات دریاچه این است که بیش از 150 سد ما در حوزه آبریز دریاچه ساخته شده برای کشت سیب، هندوانه. واقعا ما اصلا میخوایم چیکار این محصولات رو در بحران فعلی؟ الان باید تمامی آب این سدها به سمت دریاچه رها بشه که وقتی که دریاچه سطح آبش بالا اومد طبیعتاً تبخیر صورت میگیره و بخار آب باعث تشکیل ابرها میشه و در نتیجه ما بارندگی رو خواهیم داشت انشاءالله و این میشه یک محیط هیدروترمال که باعث میشه که سطح آب دریاچه باز مجدد بالا بیاد و ما از اون چرخه بحرانی که بهش دچار شدیم خارج بشیم.